قول مراد موافقی که تمرین کنیم؟ ها. بسیار خوب. تو الان فکر کن من فروغم و از من تقاضای ازدواج کن. ها. از من تقاضای ازدواج کن. مدت هاست دنبال فرصتی میگردم تا اون چیزی رو که توی دلم هست و بهت بگم عزیزم. میدونی نمیدونم کی و کجا و چطور عاشق و علاقه‌مند به تو شدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونی عشق موهبتیه که بی دلیل و بی استحقاق نصیب هر کسی نمیشه. آیا تو حاضری به رحمت این عشق و با نگاه عاشقانم آشیونمون رو با هم بنا کنیم عزیزم؟ ها؟